سلام، من مسیح علی‌نژاد روزنامه‌نگار هستم. خانم بهشتی، در مورد ستار بهشتی بعد از اینکه خبر بازداشتش اومد می‌خواستم ببینم آخرین اطلاعاتون چه هست. ظاهراً اخبار خوبی دریافت نکردید. میدونید چیه؟ گوش کنید تا من بهتون بگم. اون روز سه‌شنبه اون هفته اومدن کسب ساعت 12 ظهر اومدن برداشتن داداشمو بردن بدون هیچ جرمی، بدون هیچ مدرکی. نه بگید یه مدرکی داشتن بیاد تو خونمون، هیچی. اومدن ریختن تو خونه، گرفتن بردن، همین و سلام. اون هفته بردن، ما نه یه تماسی داشتن، دستاشم از پشت بسته بودن، حتی نذاشتن شلوارشو بکشه بالا. بعدن گرفتن بردنش، ما هیچ خبری ازش نشیم، هیچی. فقط دیروز یه آقایی اومده بود، آقای نجفی، شماره منو گرفته بود، شماره شوهرمو گرفته بود، گفته بود پیگیر کار آقای ستار بهشتی باید بیاین. دیروز میخواستن ماشین دنبال شوهرم بفرستن، شوهرم گفته بود خودم میام. هیچی. امروز شوهرم صبح رفته بود اونجا، بهش گفته بودن آقای ستار بهشتی مشکلی داشته، ناراحتی داشته، گفته نه هیچ مریضی نداشته. واقعا برادر من هیچ مریض نه سیگاری میکشید، حتی یه قرص سردرد نمیخورد برادرم، هیچی. بدش میومد، هیچی نمیخورد، فقط اضطراب داشت. فقط همین تمام شد. خب بعد از اینکه در مورد سلامتی برادرتون سوال کردن، به همسرتون گفتن که برادرتون در زندان اتفاقی براش افتاده؟ به شوهرم گفتم برید مادرشو خواهرشو آماده کنید، قبر بخرید، فردا با ما هماهنگ کنید از کهریزک بیاید ببریدش. ما هم هماهنگ کنیم با کهریزک. آره اونا خودشون گفتن با کهریزک باید هماهنگ کنن، ما هم بریم اونجا به ما خبر بدن، ما جنازه رو تحویل بگیریم بیاریم. همینو، هیچ چی دیگه نمیدونیم. آخرین باری که مادرتون تونستن با ستار صحبت بکنن کی بوده؟ همون روز سه‌شنبه بوده، ساعت 12 ظهر. و سلام خط میگم، هیچ تماسی با ما نداشته ستار، هیچ صحبتی، هیچ چیزی. من اونطور که تو خبرها خوندم ظاهرا محل سکونت برادر شما و مادرتون توی رباط کریم هست. میتونم بپرسم که آیا در جریان هستین که برادر شما رو کجا بردن و بازداشتش کردن؟ اون روزی هم که اومده بود مامانم گفته بچه منو کجا میبرید، گفته تهران. گفته از کجا بفهمم تهران مگه کوچیکه؟ گفته بهتون خبر میدیم، بهتون زنگ میزنیم. همین. هیچی نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. من برادرمو ندیدم. آیا اصلا کسی به شما گفته که اتهامش چه بوده؟ به چه اتهامی دستگیرش کردن؟ جرمی نداره، نمیدونیم. به دامادم گفتن، به شوهرم گفتن خفه شو نپرس. من برادرمو ندیدم. الان من فکر میکنم صدای مادرتون هست که میشنوم. آیا برای پیگیری جسد کاری کردین؟ مادرتون در جریان هستن؟ من مامانم ناراحتی قلبی داره، نمیره. مامان من دوام نمیاد. به هر حال میدونم شرایط خیلی خوبی ندارین. ممنونم از اینکه به هر حال همین توضیحات رو دادین. خودم هم که تماس میگرفتم همش امیدوار بودم که خبر دروغ باشه و گفتن قبر بخرید، قبر خریدن دروغه. برادر من 35 سالش بود، سنی نداشت. واسه چی؟ فقط تو رو قرآن، تو رو خدا فقط ببین واسه چی برادرم مرد، به چه جرمی؟ ما نمیدونیم جرمش چیه. به جرم بیگناهی میدونی، به جرم بیگناهی اگه مرگ خون سیاوشه تا ابد زنده است. واسه ما افتخار میکنیم. اگه واقعا برادر من به جرم بیگناهی رفته افتخار میکنم بهش. از حالا تا فردای قیامت من خواهر ستار بهشتیم، خوش به حالم، افتخارم، سرم بالاست. قاچاقچی نبود، معتاد نبود، ناموس دزد نبود، میهن فروش نبود، هیچی. برادر من صاف و ساده پاک بود. از همه محل بیاد بپرسید برادر من سیگار نمیکشید، یه مورچه از زیر پاش رد نمیشد. همه محل بیاد بپرسید، میگن رو سر این بچه ما قسم میخوریم. من میتونم بپرسم آیا برادر شما متأهل بودن یا مجرد؟ برادرم مجرد بود. نانآور خونه بود. مامان من پناهش برادرم بود، کسش برادرم بود. مادر پدر من از هم جدا شده بودن، کس و کاره. مادر من برادرم بود، مامان من مریضه. من خودم ازدواج کردم، سر یه زندگی. مادر من برادرم دکتر میبود. مامان من فراموشی داره، قرصاشو مامانم میداد. مامانم پوکی استخوان شدید داره، قرصاشو به مامانم اون میداد. یعنی 8 روز مامان من قرص نخورده. 8 روز مامان من سکته نکنه خوبه. حالش خیلی خرابه مامانم. سر 8 روز خبر من، برو پیگیر شو ببین برادر منو چی شد که مرد. چی شد
شد، نمیدونیم چی شد. آخه برادر من صحیح و سالم، بیاید از همه بپرسید، با پای خودش رفت، با پای خودش دستن زده، سوار ماشین شد. دستا نذاشتن یه کفشی درست حسابی پاش کنه. میخوایم من با مادرتون صحبت کنم، یه خورده آرومشون کنم؟ میخوایم؟ من باشه بفرمایید. دلتون آروم باشه مادرم. در راه خدا دادم، هیچ ناراحت نیستم، در راه خدا. مادر اکبر محمدی در راه هزارون اونا بچه من رفت. شما بچه من از خونه یه قرص سردرد چی بود؟ سردرد نمیخورد. سردرد چی بود؟ نمیخورد. فدا بشم از قرص سردرد بدش میمد. با ستا عروضی بردن یک کلام حرف نزدم.